دوباره نکونام و بازم همون داستان. جواد نکونام توی دروازه، این بار قاطعانه تر استقلال بلند توپای راست جواد یه ضربه سر توی دروازه پژمان منتظری 1-1 مساوی. فیصل بن فهد کاملا سکوته، می‌بینی هیچ صدایی نمیاد. جباری پاس خوب پشت مدافع تیم الهلال برهانی، ضربه برهانی توی دروازه گل برای استقلال 2-1. استقلال ایران 2 الهلال 1. نگاه کن دروازه ضربه سر توی دروازه گل برای استقلال. برهانی تو میخواد مجیدی همونجا هست، خود اکبرپور یه پاس تو دروازه مجیدی، پاس عالی آفساید نیست، مجیدی تک به تک فرهاد مجیدی توی دروازه 2-3 فرهاد مجیدی پاسای گری این نمیده روی دروازه مستد و توی دروازه مجیدی کارو تموم میکنه. ضربه کورنر استثنایی از ایران استقلال. جباری پشت تو میفرسته روی دروازه، فرصت برای استقلال این بار عکس العمل دروازه‌بان. دوباره موقعیت توی دروازه گل دوم رو بهجاده میزنه تا بازی خوبش در نیمه اول رو با یک گل در نیمه دوم جشن بگیره. جباری یه قرار عالی از آرش برهانی تک به تک، برهانی توی دروازه گل سوم رو هم آرش برهانی توی دروازه گل حنیفه عمرانزاده میشن. حالا تیمیام از شوت در یه وقت یه شوت توی دروازه